قانون شماره 1 رفاقت: هیچ وقت با خانواده دوستت وارد رابطه نشو. اما اگر فیلم‌های عاشقانه یک چیز را به ما یاد داده باشند، این است که قوانین برای شکسته شدن هستند. امروز با هم میریم سراغ فیلمی که هم عاشقانه است، هم کمدی و هم یک عالمه دردسر با خودش دارد. غرفه بوسه. ال و لی از آن دست رفیقایی بودند که برای هر چیزی قانون داشتند، حتی برای تعداد گازهایی که باید از همبرگرشان بزنند. اما قانون شماره 1 و مهمتر از همه: با اعضای خانواده همدیگه وارد رابطه نشوید. خب معلوم است که سرنوشت از همینجا تصمیم گرفت حسابی سر به سرشان بذاره. نووا، برادر بزرگتر لی، همان شخصیت فیلم است که وقتی از کنار بقیه رد می شود، یک نسیم سینمایی خاص همراهش می آید و موسیقی پس زمینه‌اش همیشه دراماتیک است. ال سالها بود که یواشکی عاشق نووا بود، اما هیچ وقت نمیخواست قانون طلایی را بشکند، تا اینکه یک غرفه بوسه در جشنواره مدرسه همه چیز را به هم ریخت. ال و لی این غرفه را راه انداختند. فکر میکردند که اوج هیجانش این است که بچه‌ها تصادفی همدیگر را ببوسند و یک سری جیغ و خنده در بیاد. اما وقتی که ال چشم بسته ایستاده بود، ناگهان متوجه شد که کسی که قرار او را ببوسد نووا است. بوسه رد و بدل شد، جرقه‌ها خوردند و قانون دوستی رفت تو کما. نووا که از قضا یک نسخه دبیرستانی از قهرمان فیلم‌های رمانتیک بود، بعد از این بوسه اعلام کرد که ال مال خودش است و هر کس نزدیکش شود احتمالاً به اورژانس ختم خواهد شد. ال از طرفی خوشحال بود که بالاخره عشقش به حقیقت پیوسته، از طرفی هم نمیدانست چطور باید قضیه را از لی پنهان کند. طی مدتی که ال و نووا رابطهشان را مخفی نگه داشته بودند، این پنهانکاری دقیقا مثل قایم کردن فیل زیر فرش بود. هر کس با یک چشم نیمه بسته هم میتوانست بفهمد که این دوتا حسابی عاشق هم شدند. اما لی نه، او در دنیای خودش غرق شده بود، تا اینکه بالاخره راز برملا شد و واکنشش چیزی بین شوکه شدن، ناراحت شدن و من بهت اعتماد کرده بودم بود. لی از ال دلخور شد و دیگر مثل قبل با او رفتار نکرد. از طرف دیگر ال با خودش کلنجار میرفت که آیا این رابطه ارزشش رو داره. از طرف دیگر دوستی چندین سالش با لی که داشت از بین میرفت. پس تصمیم گرفت که از نووا فاصله بگیرد. نووا هم که انگار به سبک قهرمانان عاشقانه قدیمی برنامه ریخته بود، یک مدت ناپدید شد تا به زندگیش فکر کند. در همین حین لی بالاخره نرم شد و پذیرفت که عشق یعنی این که بذاری طرف مقابلت خوشحال باشه، نه اینکه با یک لیست قوانین دستساز کنترلش کنی. پس برگشت، ال را بخشید و دوباره بهترین رفیقش شد. با رسیدن جشن فارغ التحصیلی نووا هم برگشت. عاشقانه رد و بدل شد، اما بعد خبری مثل بوم ترکید. نووا قراره که به هاروارد برود. ال در دوراهی گیر کرد که آیا باید به این رابطه ادامه بدهد یا برای آیندهش بجنگد. در نهایت تصمیم گرفت که هم عشق را حفظ کند و هم راه خودش را برود. و این بود ماجرای ال، لی و نووا. عشق، دوستی و کلی قانون شکنی. اما حالا نوبت شماست. اگه شما جای ال بودید، عشق رو انتخاب میکردید یا رفاقت؟ نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و اگر از این سبک خلاصه‌های طنز خوشتون اومد، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بتر کنید، چون قراره کلی فیلم با سبک های مختلف خلاصه و معرفی کنیم.